رحمان با قطیش بیوابازی میرفته است، دخترکای غربی را تجاوز میکرده است. این همین یوسف رحمان قطعی همون شرکتی که رئیس شرکتی که از همه پولش گرفتن همین ازبکای حصار بوده است، فقط میگفته است من دخترکای غربی را تجاوز میکنم. کوامو غربیه که در سینات میزنه ما فلانیم اینا میگه که تجاوز کار دختراتون برآمده استن. یوسف رحمان وقتی دید از کاری تریه در رابطه از خیمونش توکلش بخدا برای ازبک رسکنی. آخی تا کی این ظلم ادامه پیدا میکنه بالای این ملت؟ تا کی؟ ما کجا به همین ملت دشمنی کردیم؟ کجا خیانت کردیم به همین ملت؟ کجا جنایت کردیم؟ ما جنایتی مقام داره سر شبی سرش کل خدا جون شما است کنه. امیرشاه میرعلیف قرغیزی سیاه میگه که یوسف رحمان ابی یا جنایتکار تپ تیار این شبی تمام مقامات رحمان رو انت جنایتکارن. او برای چی نمیبینه؟ او برای چی تماشا نمیکنه؟ اهمیت نمیده، دقت نمیده. کمیته امنیت یا ادوکات ایفرخور میبری که مخالفی شرکتایی که کار کرده است، نزدیکای رستم کار کرده است، نزدیکای کی؟ نزدیکای کامیل میرزا علیف. فهمیدین چی گپ رفته است از دیجا؟ انا که یه آدمی که روی راست دزدی غارت میکنه نمیخواد نمیبرن روز ترمش کنه.